درود بر همگی. درس هشتم ساپوری دیتالیا یعنی طعم‌های ایتالیا. اتو یعنی گرم، کیلو یعنی کیلو، لیترو لیتر. کنفکسیونه بسته‌بندی، پاکو پاکت بسته، پروشوتو ژامبون، پارمیجانو پنیر، لاته شیر، ریچتا دستور پخت، فرسکو تر و تازه، پریماورا بهار، استاجوناتو به معنای چاشنی زده، چاشنی، استاجونه فصل، استاته تابستان، رستو باقی مانده و بقیه. La mia stagione preferita. La mia stagione preferita به معنی چیه؟ یعنی فصل مورد علاقه من. stagione مؤنث هستش. La primavera، l'estate، l'autunno و l'inverno که کاملا مشخصه. خب این قسمت پانینو بوده، چون جمع شده پانینی. یه نکته ای داره، این که ببینید این پسوند اینو وقتی که به انتهای اسمی میاد معنیشو کوچیک میکنه. در اصل بوده پانه بوده به معنای نان. خب ای انتهایی حذف کرده و پسوند اینو رو بهش اضافه کرده. حالا اینا چون چند تاه جمعش کرده شده پانینی، نانهای کوچک. بیسکوتی، خب معنیش دیگه کاملا واضح هستش. ریزو، کوکومرو، کاستانیه، بیستکه، carne macinata، patate، ciliegie، pesche، carote، zucchero، uova. uova به معنای تخم مرغ ها هستش و کلمه ای هستش که جزء استثناء هستش. مفردش میشه uovo و جمعش میشه uova. این از اون کلمه های استثناء هستش که از اون قاعده جمع مذکر و مؤنثی تبعیت نمیکنه. پپرونی، سلامه. سالامه یه نوع سالامی هستش، معنیش میشه یه نوع فرآورده گوشتی هستش. پشه، بورو، میله، آلیو، پروشوتو. فراگوله، چیپولا، formaggio، arance، pomodori، uva. این صفحه رو باید حفظ کنید و اکثرش هم به صورت جمع برای شما نوشته بود و اینو باید با فقط تکرار و تمرین و جمله سازی اینا رو حفظ کنید. خب این صفحه بعدم خواسته که بعد از این اگه وقتی که جمله سازیاتون رو در واقع انجام دادید و خوب فکر کردید که یاد گرفتید، دیگه دفترتون رو ببندید، دفتر تمرینتون رو، و بدون که به صفحه قبل نگاه کنید این اسامی رو اسامی هر کدوم رو زیر تصویر مربوطه به زبان ایتالیایی بنویسید. بعد متوجه میشید کدوم رو یاد گرفتید، کدوم رو هنوز یاد نگرفتید که برید دوباره تمرین کنید. فار لاسپزا یعنی خرید کردن. در مورد خب نه یه چیزی میخواستم بگم بعدم بهتون میگم. خب فار لاسپزا یعنی خرید کردن. مرکاتو یعنی بازار. پانیفیچو یعنی نانوایی. مارچلریا قصابی. اینجا به شما گفته اون اتو که میشه 100 گرم و حالا 2 گرمانی میشه 250 گرم. خواسته که این دیالوگ رو گوش بدید، حتما دیالوگ رو گوش بدید. این یه تمرین برای اسکولتاره و شنوایی شما هستش و بعد کامل کنید میگه این قسمت رو.
اینجا که شما میبینید با مقدار حالا عددها یا کیلوگرم، پاکت، بسته، اینا همه آشنا میشیم، پس تمرین خیلی خوبیه. بعدش گفته که cosa hai comprato، چه چیزی خریدی. ببینید cosa hai comprato در حقیقت بوده که cosa hai comprato. خب پس که cosa hai comprato با cosa hai comprato هیچ فرقی نداره، فقط اون که رو حذف کرده. پس اینا از لحاظ معنایی با هم دیگه فرقی ندارن و هر دوتاشون درسته. خب میگه که یه بار حالت دوستانه پرسه، یه بار حالت مؤدبانه. میگه که 5 تا تخم مرغ خریدی؟ آره یا نه. بعد از اینکه این دیالوگ گوش دادین، تمرینش رو حل کردیم، توی دفتر تمرینتون به عنوان تمرین باید در واقع این رو که الان میگم، تمرینی که بهتون میگم رو لطف کنید و بنویسید. تمرین به این صورت هستش که شما خب هر کسی یک لیست ماهانه خرید برای خودش داره. حالا شاید بگید که من خرید انجام نمیدم، خرید حالا خانوادم انجام میدم. حتی اگر خانواده‌تون خرید میکنن و شما تا حالا تو عمرتون یک بارم خرید نکردید، خرید ماهانه انجام ندادید، حداقل برای خودتون یا خانواده‌تون، خودتون یک لیست ماهانه تهیه کنید از چیزایی که فکر میکنید بعد ماهانه نیاز دارید. حالا میوه‌جات، سبزیجات، کربوهیدرات، پروتئین، همه چی. و یه مقدار تقریبی برای هر یک نفر، زیاد نیست، حالا مثلا برای همه خانواده خرید، لیست خریده برای فقط خودتون. مقدارش هم بنویسید که در ماه مثلا چقدر به اینها نیاز دارین. حالا اینها رو باید برگردونید به زبان ایتالیایی و توی دفتر تمرینتون این که میگه که مثلا این جمله ها رو با اون لیستای خرید خودتون چیکار کنید؟ کامل کنید. و سوالی میتونید بپرسید آیا کمپراتو مثلا اصلا چه چیزی خریدی؟ میتونید بگید که او کمپراتو مثلا اینقدر، مثلا او یا حالا چینکوه یا حالا هر چند تعداد دیگه. و همینطور برای بقیه لیستتون گفتم یه لیست کامل ماهانه رو حتما باید این تمرین رو حل کنید. این تمرین خیلی به شما کمک میکنه که این، خصوصا وقتی که فکر میکنید و لیست خرید خودتون میچینید، بهتون کمک میکنه که یه جورایی توی موقعیت قرار بگیرین و اون چیزایی که نیاز خودتون هست رو یه جورایی انگار به یه فورسی و یه اجباری هستش که یاد بگیرید به زبان ایتالیایی. خب درس اینجا گفته که دوباره گفته که گوش بدید. دوباره میگه که چه چیزی خانم فری خریده. گوش بدید و مانند مثال یا مانند نمونه علامت بزنید. خب مارتادلا به معنای مارچوبه هستش. من این قبل از اینکه این دیالوگ رو بریم که اینجا هستش بخونیم و معنی کنیم، من فکر میکنم که چون این درسته که راحت بود، چون که راحت بود به خاطر اینکه خب شکلش کشیده بود این درس و منم خب براتون خوندم و 2 تا تمرین بیشتر نداشت. 2 تا تمرین خود کتابش، یه تمرین من بهتون دادم، شد 3 تا. پس اما چون تعداد لغتایی که بعد یاد بگیرین زیاده و جمله سازی باید بکنین، من ترجیح میدم که تا همین مقدار درس، تا همین صفحه‌ای که تا باتون کار کردم کافی باشه و حتما پس اینها رو هر کدوم برای خودتون جمله هاشو بنویسید، جمله سازی کنید. در نظر بگیرید که خیلی از اینها به صورت جمع نوشته شده. خب چون همونطور که توی تصمیم میگیرید جمع هستش، پس باید بدونید که مفرد اینها چی هستش. به این نکته هم پس توجه کنید و هر کدوم خوب به خاطر بسپارید کدوم مذکر و کدوم مؤنث. استثناء مهممونم ووا بود. ممنون که تا اینجا ویدیو رو دیدید. پس این تمرین که خیلی راحته و این تمرین هم که باید حتما از کولتورا رو گوش بدیم و کاملش کنیم و اون تمرین که بهتون دادم اضافه بر سازمان گل معروف حتما انجامش بدید. ممنون که ویدیو رو گوش دادید و تماشا کردید
پس تا جلسه بعدی، بدرود.